اکبر امینوف 12 سال است در این مسجد در شهر شیمکنت قزاقستان امام خطیب است. این روحانی 41 ساله تحصیل دینی را در مدرسه سلمان فارسی در شهر ایسفره و یک دانشگاه اسلامی در قزاقستان گرفته است. مثل اکبر امینوف ده ها نفر تاجیکان بومی در مسجدهای قزاقستان امام هستند. همچنین یک فرد همین ملت، همچنین یک شهروند قزاقستان و اینچنین همچنین یک راهبر روحانی الحمدلله احترام زیاده دارند و اینچنین گفتن ممکن است که رولی بزرگ هم دارند. این به دلیل اگر حجت میخواهید در تمام مساجدی که مثلا صحبت در خصوص مردم تاجیک خود ما باشد دخالت دارد، در تمام جامعه ها که مساجدی که فرزندان این ملت امام هستند الحمدلله تمام جماعت بهشان احترام خیلی زیاد پیشنهاد میکنند و اینچنین از دولتدارا هم از راهبریت دولت هم مؤمن‌دار است. به این مسجد قزاق‌ها، تاجیکان و ازبکان بومی می آیند. امر معروف با زبان قزاقی است. تعداد دقیق امام‌های تاجیک‌تبار در قزاقستان معلوم نیست. تنها از نبیرگان ملا اسماعیل قریب 30 نفر در مسجدهای این کشور امام هستند. یحیی خواجه اسماعیلوف یکی از آنهاست. او 35 سال است در شهرهای گوناگون قزاقستان پیشدرای نماز مردم می باشد. ما که همه تاجیک میدونید البته دیندار هستند، همه وقت در راه اسلام قزاق‌ها یک مقال دارند: تاجیک بولسن مالدا بولسن، یعنی تاجیک باشی تو ملاهایی میگفتن. این مقال قزاق‌ها هست. از روی همین بچهای از همون تاجیکای ما که مدرسه ها خوانده تمام کردگن یا که دیگه همون خواندگان در تمام ولایت های قزاقستان هستند. روحانیان در قزاقستان از احترام خاصه برخوردارند. در هر محفل آنها بالا گذارند و مغازه و بازار و دیگر انشاءات را میکشایند. فضایی که 20 سال پیش در تاجیکستان به نظر می رسید. اکثر امام‌های تاجیک‌تبار در قزاقستان زادگان این دهه می باشند. محله فردوسی در ناحیه مقطع ارل. گذشتگان آنها که اساساً روحانی بودند در سالهای تعقیب استالینی مجبور شدند از تاجیکستان فرار کنند. با پاشخوری اتحاد شوروی که دین را افیون خلق می‌دانست، طلبات به روحانیان در قزاقستان یکباره زیاد شد. امام نظر حق نظروف هم سال 1990 امام شد. چه بگی اکثرش همین روحانی که پدری ما باباهای ما همین خیلی خواندگی بودن. وقتی که چی شد رسپت سیوز شد گویا که یک امام در کار بود در همه جا. برای همین طلب کردن که امام در کار کی میداند؟ فلانی یحیی خواجه میداند، نظر محمد میداند، امام نظر میداند. به همین قطعه هر یکشون طلب کرده برده در هر کجا امام ماندن. در همون زمان هم در زمان پیش از شوروی هم این دیانت اسلامی بود. چه بگی پدر بابای ما میخواناندن، با حتی ما رفته در تاجیکستان روحانی خوانده بودیم. در سالهای سیوز در تاجیکستان رفته ما درس گرفتیم. آزادی‌های دینی در قزاقستان نظر به تاجیکستان زیادتر به نظر می‌رسد. از جمله اینجا زنان و نورسان حق دارند به مسجد بیایند و نماز گزارند. در نزد هر مسجد تعلیم قرآن و حدیث عمل می‌کنند. به غیر از این در قزاقستان 11 مدرسه دینی به جوانان مسائل دین را می‌آموزانند. اما اینجا نیز بعضی محدودیت‌ها هست. از جمله تعیین موضوع امر معروف از سوی اداره مفتیات. امر معروف نهی منکر در قزاقستان البته حدود ندارد. نه دولتدارها هم با امر معروف امروزه خطیبان دخالت نمیکنند. یعنی مفتیات پیشنهاد میکند. مثلا امروزنگی جمعه درباره گویم در خصوص مردان سخی یا گویم شخصان سخی بود، سخاوتمندا بود، این پیشنهاد مفتیات بود. در تمام کشور در همه مسجدها که زیاده از 3000 مسجد است، جامعه ها همه موضوع
و پیش برده شد. 70% ساکنان قزاقستان مسلمانان هستند. اکثر مسلمانان در این کشور از مذهب حنفی پیروی میکنند. سال روان در قزاقستان بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی گشوده شد. در مراسم افتتاح مسجد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق قزاقستان شرکت داشت. فرزان محمدی، ملا رجب یوسفی، رادیوی آزادی.